شاهدان عینی میگویند حدود 5000 نفر از دراویش گنابادی در عبادتگاهی در شهر بیدوخت در شمال شرقی ایران تجمع کردند. مصطفی آزمایش سخنگوی دراویش نعمت اللهی در گفتگو با BBC علت این تجمع را اعتراض به حتک حرمت قطب دراویش گنابادی از سوی حکومت ایران و تهدید به تخریب مزار سلطانی یکی از عبادتگاه‌های دراویش اعلام کرده. یکی از دراویش گنابادی از نزدیکی مزار سلطانی در گناباد ایران روی خط تلفن با ماست. میشه بگید که الان اونجا وضعیت چطور هست و آیا این تجمعی که گزارش میشد هنوز هم ادامه داره یا تموم شده؟ بله، با عرض سلام. خصوصا من شود که این تجمع از چند روز گذشته به واقع دوشنبه هفته گذشته شروع شد و کماکان ادامه داره، چون مطالبات فقرای نعمت اللهی به هیچ عنوان برآورده نشده، بلکه بیشتر با ارعاب و تهدید وکلا و متاسفانه تهدید به تخریب روبرو شده است و به هر حال منتظر هستیم تا نتیجه بگیریم از این تجمع هر شود همراه با سکوت. بله، اشاره کردید که مطالبات شما برآورده نشده. چی هست مطالبات شما؟ روز مهم شود که متاسفانه طی این چند سال اخیر اتفاقات خیلی زیادی افتاده. به جز این که چند تا از این فقرا رو چند روز گذشته دستگیر کردن، در حالی که روند دادرسی به هیچ عنوان اتمام نپذیرفته، همزمان امروز هم توی بروجرد چند تن دیگر از فقرا رو حشرات دادگاهی کردند و حتی کار به اینجا رسیده که آقایون وکلای مدافعشون رو از جلسه دادگاه اخراج کردند و حتی حکم به بازداشت شده. یعنی به همین سادگی وکیل مدافع هم مورد تحقیر قرار میگیره. مسائل بعدی قوانین جدید و تأسیسی که به وجود آوردن در مورد تهدید به سلامت شهروندان، اینجا یک موقوفه هستش، متولیش مشخص هست. طبق قوانین آیین موقوفه و حقوق مدنی کاملا مشخص است، متولی داره و نیازی به این نیست که اوقاف یا احیانا تحت تاثیر و فشار وزارت اطلاعات بخوان تصمیم یا مداخله بگیرن در این امور. گفتید که این تجمع ادامه داره. آیا از طرف نیروهای دولتی یا نیروهای امنیتی برخوردی صورت گرفته با این تجمع؟ خصوصا شود روزهای اولی که آقایون فقرای گنابادی تشریف آوردن، متاسفانه جو امنیتی خیلی خیلی زیاد و شدیدی حاکم شده بود توی بیدوخت به استناد به خبرگزاری های محلی بیدوخت و گناباد. اما با صحبت هایی که انجام شد و به طور قطع یقین متوجه شدن که هیچ آسیبی از طرف فقرا به هیچ کس و به هیچ چیز قرار نیست برسه، بلکه بر طبق حقوق شهروندی هر شهروند ایرانی، آنچه که در قانون اساسی تصریح شده بهش اینجا جمع شدن و فقط انتظار اینو داشتن که قوه قضاییه همون قوانین موضوع خودش رو بهش احترام بذاره. متشکرم. یکی از دراویش گنابادی از گناباد با ما صحبت میکرد. زارا نورانی از پیروان سلسله دراویش گنابادی در لندن با ماست. خانم نورانی، در خبرها داشتیم که علت اصلی این تجمع حتک حرمتی بوده که صورت گرفته و دراویش به اون اعتراض دارن. یکی از دراویش که الان صحبت میکردن اشاره خیلی مختصری کردن، ولی این حتک حرمت کی صورت گرفته و به چه شکل بوده؟ ولی این حتک حرمت اولین بار نیست. همونطور که میدونید این سابقه داره و از سالها بعد از انقلاب همیشه به یه نوعی مزاحمت برای دراویش ایجاد کردند. جریان قم رو شما میدونید، بروجرد میدونید، یا چرمین اصفهان، الان هم که بیدوخت گناباد. یعنی مشخصا الان چه اتفاقی افتاده که باعث اعتراض شده؟ الان اجازه نمیدن که مرده ها رو در اونجا دفن کنن و میگن به طور این غیر قانونی و بهداشتی نیست و به همین دلیل قطب سلسله رو آقای دکتر نورعلی تابنده رو ایشون احضار کردن به دادسرا که وکیل ایشون رفتن و ایشون اعتراض کردن که چرا خود آقای تابنده نیومدن، که خب به علت ضعف و کهولت سن ایشون براشون امکان این که به دادگاه برن نبوده
و تهدید کردن از طرف دادگاه که اگر که نیاید ما خراب میکنیم. اشاره کردید که دولت گفته که به دلایل بهداشتی میخواد جلو این کار رو بگیره. آیا شیوه خاکسپاری دراویش فرق میکنه با آنچه که مثلا در سایر نقاط ایران انجام میشه؟ نه، به همون طریقه فرقی نمیکنه. به همون صورته. بله. اصلا چرا این اتفاقات بین نظام، خب نظام ایران یک نظام مذهبیه، بین نظام ایران و دراویش میفته؟ خیلی به نظر دور از انتظار میاد که در مقابل همدیگه قرار گرفتن. ببینید اینا به دلیل این از وقتی که این تظاهرات و اینها شروع شده، به دلیل اینکه مردم عجیب به طرف عرفان هجوم آوردن، به خصوص جوانها و دانشجویان، و دولت وحشت داره از این. الان 4 میلیون درویش گنابادی ما فقط در ایران داریم و این عجیب وحشت انگیزه برای دولت جمهوری اسلامی، به این دلیلی که فشار میارن به دراویش. ولی خب قبل از اونم، قبل از قضای انتخابات ما بارها داشتیم، مثلا خود آقای نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی بارها احضار شدن و همینطور بعضی از کسانی که جزء حلقه دراویش بودن گرفتار شدن. خب این همیشه بوده، از کردم خدمت، از بعد از انقلاب تا حالا همینطور به هر صورتی اینا مزاحمت برای درویش‌ها ایجاد کردن و یه مدتی تا ما اومدیم با مصاحبه کردیم با طرایق مختلف، با BBC یا هر کسی دیگه، اینا سکوت کردن و یکم اگه به خاطرتون باشه ماه گذشته 189 درویش رو می‌خواستن در یک روز یک جا محاکمه کنن. با مصاحبه با BBC و دیگر رسانه‌ها اینا اصلا گفتن یه همچین چیزی نبوده. بله. الان در ماه‌های اخیر دولت، خب شما هم اشاره کردید که خیلی اعتراض‌های مدنی رو تحمل نکرده. تا حالا به نظر نمی اومد که در این مورد اخیر با این تجمع دراویش در حوالی گناباد مشکلی داشته باشن. آیا فکر می‌کنید که بعد از این ممکنه که با اینها برخورد جدی‌تری صورت بگیره اگه این تجمع ادامه پیدا بکنه؟ به نظر من بله، با سابقه‌ای که از اینها دارم بله. خب فکرم نمی‌کنید که به مطالبات شما توجهی بشه؟ فکر نمی‌کنم، چون تا به حالم نکردم. متشکرم. ممنونم از زارا نورانی از پیروان سلسله دراویش گنابادی در لندن.